سلام امیدوارم جور صحت سلامت باشین. خوش آمدین باز هم به برنامه کافه کابل. ان شاء الله تا لحظات بعد برنامه کافه کابل آغاز میشه. مهمان بسیار عزیز دوست داشتنی خیلی دیر وقت بعد دیده میشه دیگه. با چهرهش با صداش با سیمایش آشنایی کامل دارین. کسی هست که این بچه مقبول است. سلام و تکسب چطور است؟ سلام بر تمام دوستان، امیدوارم خوب باشین. امروز دیگه مطمئن هستم که یک برنامه فوق العاده عالی میده. قربانت شم. و تکسب و تک راست بگوش چون پیر نمیشی. ما پرشیم ما سویج از وقتی که ما میشناسم یک ورزش میکنم دیگه، تیم چند نمیگیرم دیگه. از زندگی خود راضی هستم. گفته که غم درون نیستم. اوتک بریم بخیر به استودیو. بعضی گپا رو در استودیو ما میخوایم یک بکسین بگیریم. درست است؟ خوبه. مهمان ما شناختین دیگه. یکی از با اخلاق ترین بچه‌ای است که ما میشناسمش. میریم. باز هم میریم بخیر به استودیو. احمد ولی هوتک است. هوتک صاحب دی شب و روز مسابقه نداری؟ ما سال نو بخیر. سال نو بخیر. شب خیلی سرد است. خب. یکم مسابقه سرد سر کرد کم خسته شدم. رست کنم رست. پیسا را گرفتی. خوب است. هر چی برام. هر چیزی که مش میخورن مش میزنن دیگه. کلش نیست است. نه کی گفت نه کلا گیرا. بگه مش میزنم مش بخورم کلا پیسا بیا. هوتک صاحب یعنی استودیوی ماست. یعنی استودیوی نه چیزی که یک سلام علیکی کنه که بچه‌ها از کافه کابل است. از کافه کابل استودیوش است. یک سلام علیکی. چطور جای جان خوب هستین؟ بچه‌ها خوب هستین؟ کلاگی خوب است؟ هوتک صاحب چطور استودیو نظر بده؟ ماشاءالله خیلی انتیک خیلی خوب. استوری خودت شناختی از خود داره. قربانت شم. مثلا چیز عالی. لبیا. و دومی که سعیدی اینجا است و بسیار گپ نیک است. متفاوت 5 دفعه. والا. خیلی بهتری خوبه. خب آدم خوبه میشه آدم خوب میگه. بعد میگه هوتک صاحب. و هوتک صاحب کسی است که ما از دوران تلویزیون خورشید زیاد میدیدیم. می آمدن خصوصا در برنامه صبح خورشید و برنامه‌های گوناگون. دیر شده بود که ندیدم. و واتساپ هم کردم نمیشه یک بار تشریح کردم در چه قسم برنامه است. بیا مثلا که مثلا سیاست نباشه از این سیاست دوست نداری؟ نباشه سیاست نباشه. نه. دیگه دوست دارم که خود خیلی با کمال. چی نگفتی در برنامه که امروز باید بگی؟ والا زیاد رسمی خدا کم میگیم. من روز راحت میخوام. امروز خیلی که با من هستی. خیلی هم تو ریلکس اما صمیمی و ما میخوایم برنامه رو خیلی صمیمی پیش ببرم. راست بگم. راست. دروغ نه خیلی من داری که مثلا بعضی گفاس که امیانه است. امیانه بگو. راست میگی. چقدر پیسه در بانک داری؟ حسابش زای که اراده زیاد میرفت. زیاد است. خوبه. دیگه چیه؟ از 20 بالاست. سن طرف موتر ده. خب مثلا گفتم از 20 بالاست. موترت. موتر نمیگم. مدلش از 20 بالاست. سن تو از 20 بالاست. از پایین. از پایین 20 بالاست. بسیار گپای دیگه ما. بسیار گپ. نه. واسه وعده کرد که راست بگم. امیدوارم تا آخر برنامه این قسم چیزایی که حقیقت از بگم امروز بر من جای اینجا بود اکسن. بالوش تام درست کن. خرچه را میبینی هوتک صاحب؟ نه خرچه را سعی کن. نه سعی کن اینجا. سعی کن میوه خشک سعی کن بیادر. میوه تازه را سعی کن. جوسر سعی کن. کافی کل چیز مصرف. برای جوس جور میکنی. راستی جوس تو جور میکنی یا من واسه جور؟ دوشپزی خوب نیستی؟ تنبل هستم. خب؟ بسیار مجبور نباشم. اگرش نگیم داد نرسم من چوار آشپزخانه نمیرم. خوب است. حال برنامه رو شروع میکنیم. بخیر گپ‌های جالب و ناگفته‌ای ولی هوتک همش نه. جنبی ایلو نکنی. خب. اوکی. 3 2 1 ریکورد. به نام یاد خدا. سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که جور و صحت و سلامت باشید. من حمید حبیبزاده هستم. در برنامه کافه کابل میزبان شما. مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی، رفیق تمام عیار ولی هوتک با خود دارید. شما با نام، با صدا، با سیما، با چهرهش آشنایی کامل دارید. هوتک صاحب گرامی سلام، وقت بخیر. امیدوارم جور و صحت سلامت باشید. چطور است؟ تشکر. سلام خودت به تمام دوستان. امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحال هستم با تیم خود خودتانی بودم و خیلی وقتا در برنامه هستیم و احساس فوق العاده خوب.
قربان شما مختار صاحب بخیر باشی. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی، بزرگی کردی. واقعا مجبور شدیم دیگه چندین بار تا معرفی کنیم کوتاه صاحب بالاخره شناختیش. دیگه شماره مرا سید میگیری. خب مرداد از این شماره مرا سید بکنیم کوتاه صاحب. چای برات بریزم، قهوه بیارم، جوز چای کوتاه صاحب کنم. چای زعفرانی البته چای سبز زعفران نداریم دیگه، قدر مصرف نمیتونیم کوتاه ما به اندازه مصرف کنیم دیگه. خب گپ بخیر باشید. گپ باروزایی نشه که مرادمی برنامه اومد بود بیادر یه اولش هست. آخرایش داستان پسته گم میشه، باز کاجو گم میشه، باز چای گم میشه. دا آخر گفتم موشیم به یک میمونه خلاص. تو نمیشه. از شما انشالله نیست میفهمم. بخیر باشید. خب مقصد برخوردن از کوتاه ما یک برنامه خودمانی میخوایم سمت داشته باشیم، یک برنامه بسیار متخودمانی رفاقانه دیگه. میتونی که از این میوه نوشجان بکنی، میوه خوشکلاره. خودت چطور در خانه داری یه چیزا هست همیشه؟ ولی او تک در خانواده چند نفر هستی؟ در خانواده 4 خواهر دارم، 4 برادر دارم. همه تون یک جای هستین؟ خواهر خب جدا هستن، اینجا هستن، ببریم یک برادر نیست، خواهرش دیگر اینجا هستن. من در خانه وسطی هستم. کار کلان باشن کلان میکنی؟ آها. دادی هستی؟ 100%. کاری خود باید سوده بگی خود بره. من دیگه راحت خلاص. چرکی ریاست نگیره. چرکی انسان خوشبخت میباشه. اگر کاری کلان باشه ختم باشه پدر رو نمیبره روان میکنه، خب مسئولیت هم داره کلان. کار خود خورد خانه نباشی. خورد خانه دکان برو کار کن کار که بده من میگردم ماشین رو او کارو میکنه دیگه. سو خاطر دیگه خوشبختانه که من راحت بودم. بسیار عالی، بسیار عالی. در طفولیت بودک آرام بودی یا شوخ؟ دمایل شوخ بودم خیلی زیاد. یک رقم انرژی خلق‌العاده یا انرژی خود یک داده به انسان نه که شوقش ذوقش عشقش به زیاد میشه. پیش از اون که من ورزش شروع نمیکردم شوخ موزه بودم که حد نداشت. خاطرات بودم اینقدر بودم چقدر بودم یادم نیست که اول از اون مقطع ما از خود یک باند داشتیم 5-6 نفر داشتیم که نفرهای ما بودن. خب از دیگه کوچه که نفر ما استاد میکردم مزاحف میگرفتیم خاطرات بودم در جای بود. وقتی ورزش شروع کردم کلشان کنار ماندم، فقط فوکس سر ورزش، کار سر ورزش، به فکر ورزش ها تایم ورزش چی وقت میرسن. خوب اول میرفتم بسیار وقت کلاب جارو میکردیم که وقت کار میکردیم جو بازی که مثلا اما که میرفت باز ما ورزش میکردیم یک قسمی بود خاطر کنیم. آفرین بودک، خیلی خوب. یعنی در پیش ازی که ورزش بکنی آدم خیلی شوخ بودی. از این معلوم میشه که کسایی که شوخ هست، کسایی که پرخاشگر از در طفولیت اونا خوب ورزش کار میشه. دقیق. آدمای اونا ریسک میگیرن. ریسک میگیرن. میشه که مثلا نگیر طفل میگیره بخشی از زندگی بوده. فقط خوب بوده. فوق‌العاده. تسلیم نشدم. مهاجرت هم کوتاه بودن بسیار ناخوشایند بودن مثلا بازی کارا بازی میرفتیم. ولی قسمی نبودم که من بودم برم اونجا بمانم باشم. یعنی چکری بودن. جان چکری بودم یا یکم کارا بود مثلا بخشی. خواهش می‌کنم. یک سفر بوده که مثلا 40 روز ما تماما صرف کم باشم ورزش کنم. مخاطب مسابقه بوده. خواهش سخت است خیلی زیاد. 100%. بودک خودت با وجودی که در فقر بودی مثلا امکانات صحی نداشتی مثلا که ورزش بکنی، کی تشویقت کرد که برو ورزش بکن و مصارف ورزش کی میداد؟ خیلی جالب بود. خب راست جدی تشویق اول نداشتم. اوکی من که شروع اولی ورزش تشویق من داشتم من بد میرفتم در هر شروع من طبقه بود. من به چی رفتم ورزش خانه آمدم قرآن شریف هم میخواندم. خب آفرین. یادت نکنه که این قرآن شریف میخوانم خب امروز گناه کردیم ورزش رفتیم سر قرآن شریف من رو نمیزنم که این درس میخوانم دمو خودم مصروف کردم میخواندم هم یادم داشتم گفتم علت نخوانم که خبر شد که ورزش رفتم خوب میزنه. یعنی کس خبر نداشت؟ روز اولی ورزش چه خجالت خبر نداشت. بعد از اون من
بهترین وسایل ورزش همیشه میگرفتیم. از کجا میگرفتیم؟ در خانه ما حالا نیستن، همین خشت که پختن میکنن داشت که میگن داشت خشت. سریم خورد بودن چند دانه رفا بودیم اونا گفته گفتم به خرچی خود یا به مصارف خودی کارش میکرد یا خانه میکرد. ما به اون خود رو کشتار موتر بالا میکردیم، از آن تاخش بالا میکردیم یا 20 افغان میداد یا 10 افغان چقدر میداد. اونا ما پیسه رو میگرفتیم، بیسیکلت میدادیم، دسکش میگرفتیم، لباس میگرفتیم، اونا من کار میکردیم. اکثریت وقتی که بیخی زیاد وقتی کنم یعنی خواستن تا وارستن است. خواستن تا وارستن است. بعد از اینکه باز فامیل بودن برخوردشون چی بود؟ مسابقه بود، وقت فامیل ما مسابقه رو بودم. بعد از اون باز یعنی تا وقت مسابقه هم نفهمیده بودن؟ نه فهمیده بودن. بعد خوب شوری ورزی برام یک قدم خورد لخت خورد. چرا ورزش میکنی؟ سرقان چین بدز میریایی میشی و چی بدن نان میدیده نان میدید قدپا رو میخورد و میگپارم. یعنی یک وقت رسید که تا مسابقات بیرونازی رو میکرد. خب مثلا در دنیای دیگر که وقت مسابقه کنیست داشته باشی پس که میایی بسیار جایزه و سیستم و امکانات در جون افغانستان که در جبی ولای کرد. قدرت یا تکنیک؟ سری جوابی تو؟ من خیلی یک دست توی من دویش به هم چسبیده. اگر توی یکی زیاد داشته باشی نمیتونی. بازم قدرت رنگ یا خانه؟ در خانه خواهی تگی سرت زور است نه که میترسم همه کسی میترسم. پول یا آرامش؟ پول پول داشته باشی تمام نمیداشته پول داشته باشی آرامش نمیداشته سر است با خود موافق است. شهرت یا احترام؟ احترام. شکست یا تجربه؟ تجربه. بزرگترین انگیزی خودت؟ چی باید انگیزه میده؟ یعنی تشویق مردم انگیزه میده. در مورد کارنامه هایشان دلت می‌رمیدی دلت یک جمله میگی سید فقط به خواست خود گذاشته نمیتونی مقید بشی. سیار به حال ساده اولین فایده یو سی خیلی بسیار فوق‌العاده خوب داشتن و نمرم بودم یعنی انسان خوب با شخصیت ارزوی موفقیت داشتن. بسیار نصرت حق پرست خیلی استعداد خوب یعنی یو سی اگر از افغانستان ما فرض کنیم نمبر اول است. سب پیشم رفتن خوب انرژی بچه خیلی خوب آدم بسیار باز محمد مبارز والا رفیق تو است نیست بکنیم. چرا رفیقتان خراب شد؟ بسیار دوست بودین سیمی در بعد ما باید میشین خود من میشم بودم و دوستم بود خوب پیدا نیست دوستم دوستم رو باید صحبت کنم پس کنیم خوب است. باش واحد نشن خیلی ورزشکار خوب دیگه ارزوی موفقیت داشت و به جهانی هستن. بچه خوب است. بسیار فقط ما میگیم بچه خودت میگی ما هیچ کار نداریم سمی پیزیم احسان خوب دارن یا در کانادا هستن برای جان ارزوی موفقیت دارن. چیز دیگه گفتی خوب است دیگه یا یک سمایی هم پایی کرد ولی هوتن برای چی خیلی بکنی؟ بچه خوب برای چی بکنی؟ والا سیدن رو بریم کردم بخود چی بگه نبود ایش خوب بچه هست هست دیگه ولی هوتن خوب بچه است این خیلی انرژی مثبت میده این نفر خوب است. دادی خیلی خوب انسان لذت میبره. یک جایی که مثال توی هستن نباشیم که اونجا بعد یاد چندان نیست چندان نیست که مثلا خوب بچه زنی فوق‌العاده یک جمله خوب است. سوال شخصی بود بست نه بگذاریم بگذاره سوال گذشت باید جب میداشتیم خوبه توت باشه اینه سوال شخصی رو به جواب داریم مردم بفهم خوش کرد
یک بخش دیگه داریم، بخش کافی شاپ. دیگه بخش میخوایم برنامه یک چیزی بپزیم. چطور داشت بزنیم؟ میتونیم زدن یک جای میتونیم زدن آخه از ما تو چی فرق داره؟ تو در چی باز داری؟ دفتر مالیات هم بگیم اونجا میشه. عرق چیه؟ عرق فرنسی دیگه خب میگست اینجا. خب مساج که بریم. اصلا ما میایم دیگه فرق ما میگه اجازه نیستن فقط 11 جمعه خب اینو پس میام. آواز بزن. شما شاطر کنه جور دی بری. باز میام پیش تو. تا چند بجه دارم؟ نه باز پیش تو بریم. به به نوش جان و تک سیب. پسر علی بود. جوست تو جور که ما. گفته انت خلاص کنیم. نه جوست تو جور که ما. مشترک هم بود. رو خود خوشمزه آمده. ما تصمیم دارم که انشالله با خودت خیلی برای بزرگ مشترک انجام میدیم. انشالله. که بعد دیگه جوان انگیزه شوند و بخیر. انشالله پارتنرشیپ ما و هوتک نزدیکا شروع میشه. حتما چیزایی نو در راه هست. جوز شده بود. می‌بینید او برنامه بارزای خودش میشناسید دیگه. نعمت الله بارزای. رفیق تست نه؟ باز اینجا جوز جور میگه. انشالله اگه مسئولیت کلا دست دوسته. مسئولیت کلا دست خب دیگه پولش با ما باشه. باز من آسان نمیبره. بعد گفتم باز دست مسئولیت از خود باشه بسیار مسئولیت کرنگ. سختری قدر نمیشه دیگه. جوس هوتک جو کرد بسیار جوس خوشمزه. چی گفتنی داری در آخر؟ برنامه علی بود انشالله که خوش دوستان انومه آخر خیلی خوشحال شدم خیلی قربان شما بخیر باشی با امید دیدن های بار انشالله خدا نگهدارتون. خدا پیس